تو هر تیمی که بازی کرده جزو بهترین بازیکنهای اون تیم بوده. مثل اسمش شجاع و نترس بوده. مورد اعتماد همه مربیایی که باش کار کردن بوده. اگه تو تیم ملی زمان کیروش حقشو نمیخوردن الان بالای 100 تا بازی ملی داشت. جزو 10 تا دفاع وسط برتر تاریخ فوتبال ایرانه. الان هم که تو تراکتور داره بهترین بازیاشو انجام میده و به عنوان کاپیتان تراکتور با این تیم مقام قهرمانی رو به دست آورد. و به گفته مهندس زنوزی اگه یه بازیکن رو سالها قبل میخواست بیاره تراکتور، اون بازیکن تنها شجاع خلیلزاده بوده. یعنی این بازیکن انقدر مورد اعتماد حتی مالک تراکتوره، ولی یه عده میخوان اسم این بازیکن رو خراب کنن، در حالی که هوادارهای تراکتور و همه ترک های ایران عاشق شجاع خلیلزاده. با 36 سال سن هنوزم که هنوزه بهترین دفاع وسط فوتبال ایرانه و هر بازی برای تراکتور با تمام وجودش داره بازی میکنه. وجود همچین بازیکنی برای هر تیمی یه نعمته. با 36 سال سن از خیلی از این جوانایی که دارن الان بازی میکنن بهتر بازی میکنه. مطمئنم اگه همین روند رو ادامه بده تو جام جهانی 2026 جزو نفرات اصلی تیم ملیه. امیر قلعه‌نویی یه چیزی میدونه که شجاع خلیلزاده رو دعوت میکنه، چون میدونه دفاع وسطی در حد شجاع خلیلزاده الان تو فوتبال ایران نیست. امیدوارم با تراکتور موفقیت‌های بیشتری به دست بیاره و همین روند رو ادامه بده. میگه قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری و هوادارهای تراکتور به بهترین نحو ممکن قدر شجاع خلیلزاده رو میدونن و شجاع خلیلزاده هم تا وقتی که تو تراکتوره هیچ وقت برای این تیم کم نمیذاره و با تمام وجودش برای موفقیت تراکتور تلاش میکنه. چقدر خوبه که همچین بازیکنایی تو فوتبال ایران رشد کنن و با تمام قوا تو هر تیمی که بازی میکنن نهایت تلاش خودشونو بکنن. و شجاع خلیلزاده از اون دسته از بازیکناست که تو هر تیمی بازی کرده صد خودشو گذاشته. یاشاسین آذربایجان، یاشاسین ترک ملتی، یاشاسین آنادolu.